السلام علیکم حاجی. خداوند متعال ظاهر التیجان میکنم که شما و ایزان را ایمان کامل عمری دراز پربرکات و همه خوشی های زندگی را نصیبتان بکنند. خب در جایی که آب کمتر است بیگاری جمعه با زوجه ملاقات کنید و قریبی روز غسل کنید. آیا غسل جمعه نیز حساب میخورد یا از سر غسل کنید؟ نه برادر عزیز، همان شب جمعه وقتی که کسی بازن خود خانه‌داری میکند و از قسم سحر، یعنی از حساب گویم که در میدان صبح وقتی شما میخیزین و غسل میکنین، همون غسل گویم که هم خانه‌داریتان به حساب میرود، هم غسل زود جمعه تان به حساب میرود. این درست است برادر عزیز. خب شاید بعضی ها گویم که از شب تا روز اول در حالت جنابت خواب است، یکی مرد اگر حرام میمرد نه حرام نمیمرد. زیرا حضرت عایشه مادر ما میگوید که حبیب خدا خانه‌داری میکردن و پهلوی مادر خواب میکردن، سحر از خواب میخیزن در حالتی که همون حالت جنابتشون در خراب بشه. برای این گناهی نیست دختر عزیز خیزده و اگر مثال همون شب خانه‌داری که میکنن سحر هم که اگر غسل چه میکنن وای گناهگار در پیش خدا نیست. و بعضی فتواهای خودی گویا که اگر یک انسان شاید که خدا جانش در حالت جنابت هم که گیرد او حرام مردگی نیست برادر عزیز. وای مسلمان است او در پیشگاه خدا قدر دارد، منزلت دارد. و بعضی فتواهایی که باز باید چاپ کردن در کار و تمام دیگر کردن در کار و تازه کردن در کار، اینا کندن در اسلام ما جبرن، اینا تماما جایز نیستند. خب من از کلاب دوشنبه رفتم تا 10 روز نماز آدم قصر خواندم و در روز 11 کار برآمد و کلاب اومده همان روز از کلاب بود به دوشنبه رفتم. قصر خانه نماز من چی می شود؟ کلاب که اومده وطن تا کلاب باشد، خانه در کلاب، زن و فرزند در کلاب. اینجا که آمده یک روز مثل نیم روز مثل اینجا ما پرا میخوانیم. باز گشتی و دوشنبه رفتی و نیت تا 15 روز باز ایستاده باشد و تو مسافری، لیکن از 15 با نیت زیادتر باشد بعد قصر دوشنبه در کلاس دیگه پرا میخوانیم. خب زنی که سین سال از چی بالا است، او حیضه میبیند، او را شوهرش خراب کرده است، ایده او چی میشود؟ او 3 ماه میایستد. کسی زنهایی که خون نمیبینند اونا 3 ماه میایستند، بعد 3 ماه میکنند که شوهر کنند. خوب السلام علیکم محترم حاجی دامدا، یک سوال دارم. اگر شب در آهیل گاوی شیرده حرام بمیرد، سحر زن گاوجوش رفته همان گاوی مرده را دوش از به کودکانش پخته دهد، آیا همون شیر حلال است؟ نه حلال نیست برادر عزیز. مثال شب اگر گاو حرام و سحر نمیگی گاو حرام شده گرده که پیستانش پر از شیر است، شیری او را جوشیده و فرزندات را ندهد. خب السلام علیکم دامدا، آیا امامتی شیعه برای سنی ها درست است یا نه؟ اگر یک روزه نماز رو در پسش خوانده باشیم آیا این عادت کنیم یا نه؟ فکر میکنم که اول در ما و شما امام شیعه نیست. من نمیدانم، اخبار ندارم در کجا امام شیعه باشد یا نباشد. اگر اون شیعه باشد که قرآن تحریف شده گوید، همین قرآنی که مکمل و پوره در دست ما و شما است، گوید که این قرآن تحریف شده است، یعنی این اون قرآن اساسی نیست. گوید نسبت ابوبکر و عمر چی داشته باشد؟ بدبینی داشته باشد، اونها را حقارت دهد، اونها را حقارت داد. خب بعضی تهمت‌هایی که نسبت حضرت عمر دارد، مثل که گویا که شقه زده باشد در شکم حضرت فاطمه دختر پیامبر خدا، گویا فرزند او محسن در شکم او هلاک شده باشد. این تهمت‌های زیاد، گویا که ابوبکر خلافت به زوری از علی گرفته باشد. این تهمت‌های زیاد و دروغ‌های زیادی که باشد، اگر هم امام باشد شما از پسش نماز نخوانید، زیرا از پس اونها اهل سنت نماز خواندن درست نیست. اگر یک روزه یک ماه نماز خوانده باشید کلا همه شریعت و نماز درست نشده است، زیرا از پس این که انسان نماز ما کلا درست نمیشود. حالا اینجا یک سوال دیگه دارد، امامتی شخصی که مادرش را میزند از پسش نماز درست است؟ این شما هو است برادر عزیز، اكو شیعه بدتر است، اونا را از پس شما نماز ما کلا درست نیست. اگر همین عقیده هایی که من بیان کردم داشته باشد، لیکن آن شخصی که مادرش هم میزند با نماز مردم هم میخورد، من حیران میشم در همون بی‌غیرتی مردم که همین خیلی انسان افلاس امام برای خود انتخاب کند. این حق امامتی ندارد، این حق پیشوایی ندارد.
دنیا خار است هم در آخرت خار است. خیلی فرشماز میکنیم. امامتی آدم لنگی، آدم لنگ هم امامتیش درست است اگر عالی نباشد برابر او در همون قوم یگان آدمی با سواد و با علم نباشد. لیکن اگر باشد یک آدمی که موجب الثواب باشد، یعنی داخل نماز همون فرض و واجب و سنت و دیگر حکمها را داند و همون جا حضور داشته باشد خوبش. اگر که لنگ از پس او اختلاف نه این بهتر است. خب اینجا یک سوال دیگر دادن، من یک چیز دادم عزیز رسانم عبدالخیر در مسئله این ساختمان نوی که کردیم. خدا را شکر که خیر که مسائل ساختمانی ما خدا برکت چون یک برادر عزیز ما همش تامین کرد مسائل ساختمانی ما میرسد ولیکن از حساب همین کار استاها کمی گوییم که نارسایی شده است. یعنی استاها را مبلغ‌هاشون ما تامین کردن توانسته. من طرف دوشنبه خیلی شد نرفتم. از این خاطر خواهش کردن که اگر مثلا از جانب همین قوم یادم شده و همین پولی استاها را اگر پرداخت کنیم بسیار خوب می شود. یک 5000 سامانی قریب حق همین استاها شدن که ما مثال ادا کردن توانستیم. اگر توانین و مثال خواهشاتون باشد همون صندوق هایی که دارن میگردانن برای ادا کردن این قرض آنها و از گردن ما یک مشکلات دیگر برداشته بشود. لیکن اگر این صندوق گردانی خودش ناجور ناخوبه. ما در هر یک وانی ساختمانمان یک بار اگر یادتان باشد ضرور چه میگردانیم و این خدا را شکر که این طرف شاید شد. این طرف شد مرحله شوندن شد. همین هفته تا هفته این آمدی خدا با هم میشونیم. ولیکن اگر همین مسئله را کمک کنید بسیار خوب می شود. اگر گرداندن صندوق خودش برنامه هست لیکن بعضا این برنامه باز مثال شما چیزی که داشته باشید پرد دارینش بعد مثلا چیزی یادم نکنید با هم صندوق گردانی و هم پول ندادن این خیلی خوب می شود. برای اگر چیزی داشته باشید چیزی که همراهتان آوردیم پرد دارینش این چیز ضرری نداره. انشاءالله ثواب میگیرید. خدا خواهد ثواب میگیرید. خب بعضی هایی هستن خیلی چورایی که ندارن و ما اوناش در دور مرامت نمیتونه که بچه های هستن شکل خدا دسترسن. خب همون دسترس ها اگر زیادتر مثلا همون صندوق ها در پرد داریم بسیار خوب میشود که همون خرز خنده میکنیم در حتی انشاءالله باز دعا میکنن. خب چهارم سوالی که دارستیم برادر ما مولای ما میگوید که خدا دشمن کس را کمبغل نکند و میگوید که هر کجا کمبغلی وجود دارد و از خدا دور است. نه برادر عزیز این دعا نیست. کمبغل اصلا ما و شما که آدم پول ندارد دارایی ندارد کمبغلش میگن. لیکن انسانی که اگر مدنیت هم ندارد معنویات هم ندارد علم ندارد فهمیش ندارد باید از این کمبغلتر است. این جماعه باید به نظر بگیرید برادر عزیز. حبیب خدا گفتن که الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. 500 سال پیش از آدمای ثروتمند فقیرها وارد جنت میشوند. و این خاطر پیغمبر خدا به حضرت بود دائم حب درویش تو چون افراد داری درویش را میش. حضرت مولوی میگفت حبیب خدا خودشان درویش بودن خودشان فقیر بودن فقیرها را دوست می‌داشتند. لخاطر ما باید فقیر دوستدار باشیم کمبغل دوستدار باشیم. ولی در بعض دعاها حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. خدایا از کفر و از کفران نعمت و از ناداری و بی‌شرایطی به سوی پروردگار پناه طلب کردن. ولیکن یک چیز فراموش نکنیم که کمبغل کردن خدا ثروت میدادگی هم الله هست. گفتی همون صاحب چارکتاب که یکی را میدهد اسباب و تخت و تاج سلطانی. یکی را میدهد اما نمیدهد یکی را میدهد اسباب و تخت و تاج سلطانی. یکی را میکند محتاج بحر یک لب ایرانی. یکی را میکند صاحب فضیلت با طفیل علم ربانی. یکی گشتن ز جاهلی مطیع نفس شیطانی و قدرت هرچی خواهد میکند آن قادر دانا. هرچی خواهد میکند هر کس خواهد کمبغل میکند کسی را میخواهد پای میکند تعز من تشاء و تذل من تشاء. و به این مثال خداوند عزت میده کسی را میخواهد خوار میکند کسی را میخواهد. و این خاطر معنا را ندارد که ما کمبغل ها را سرزنش کنیم و بگوییم مثال
خدا دور نمی. این اکثریت همین جمعیت‌های ما و شما برادران هستند که شاید که به شرایط کمبدل که الحمدلله نماز جمعهشون را میخوانند، 5 وقت نماز را قائمند. خب دیگر خب همین اسلام اونجا که خداوند معرفت و البته خبر دادگی هست. خب السلام علیکم دامدار محترم بابای حاجی مرزا. از نام یک نفر ساکن دهه خوشابک ناحیه دنبره. ما در همین دهه یک مسجد ساختیم. در این موضع یک سنگی گاوره است. این گاوره از مسجد 50 متر دور می باشد. در وقت ساختن مسجد یک چند مرده برآمد، لیکن یکان مستفیدای کلانسال یاد نمی‌دهند که در اینجا مرده گل کرده باشند. با گفت ملاهای حاضره در اینجا نماز خواندن درست نمی‌شود. از شما احتراما خواهش می‌کنم که با این سوال ما جواب همین دادید. حالا در این مسجد 5 وقت نماز می‌خوانند. یا گروه ملاها نماز شما را خداوند قبول نمی‌کند، گفتند در اینجا نماز نمی‌خوانند. یا گروه ساکنان دهه خوشابک. حضرت سعدی میگفت که این خاک نیست گر به تأمل نظر کنی، این خاک نیست گر به تأمل نظر کنی، چشم است و روی و قامت زیبای دلبران. برادر عزیز، این کس برادر ما پرسیدم که یعنی در یک موضع خانه ساختن که از همونجا چند مرده ها برآمده است. بالای این اگر ما خانه سازیم، بعضی پیشوا گفتن که نمازهای شما در این خانه درست نمیشه. نه برادر عزیز، در مسئله فکری می‌آید وقتی که از برادری که ما می‌گرانیم و 25 سال از بالای او می‌گذرند، بعضی‌ها به این رفتن که حتی پوست اما گوشت و پوستش که باقی نماند، اگر که بالای او در مسجد می‌سازند، ساختمان خانه می‌کنند، درست میشه. باز این برادری که مثال مردم یاد نمی‌دهند که این مرده‌هایی که الان از زیر این خانه یافتند کدام وقت مرده باشند کسی یاد نمی‌دهد. من این خاطر دادر عزیز، اینجا ساختمان خانه شما درست است. شما فقط این فکر کنید همون حرمت استخوان مرده مثل حرمت آدم زنده هست. شما همون استخوان‌های پیدا شده را بگیرید در یک گوشه که از همون خانه باشد یا قبرستان محلتان باشد، برده در همونجا استخوان‌ها را گرانید و در بالای همون موضع شما ساختمان خدا کنید. یعنی درست است، یکان ضرر و زیان